بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیزم، من در این صحبت می خواهم به یکی از صحبت‌های محمد شریف عبدالعلیم جهمی گمراه طاغوت پرست رد بزنم و جواب بدهم. یک شبهه‌ای که از سخن امام شافعی رحمه الله ذکر کرد. اولا این شبهه را گویا نقل کرد از کتاب شیخ عباد البدر، عبدالمحسن عباد البدر حفظه الله، و البته که ما در یک ویدیوی خاص سخن شیخ عبدالمحسن عباد البدر را بیان نمودیم، آشکار کردیم حقیقتی سخن شیخ را و کتاب شیخ عبدالمحسن عباد البدر را به شما بیان کردیم در صورت ویدیویی. حالا باشد نسبت سخن امام شافعی رحمه الله جهل این طائفه گمراه ها را بیان میکنیم. اولا ما باید دانیم که دین را از سلف این امت میگیریم. قرن اول، قرن دوم، قرن سوم، قرن طلایی. باید بدانید که سلف این امت و تمام علمای اهل سنت و الجماعت فرق میگذارند بین خطا کردن و جهل ماندن در توحید و جاهل ماندن و خطا کردن در باقی مانده از شرائع دین. و در مذهب سلف در این باب هیچ اختلاف نمی بینید. امام محمد ابن نصر المروزی وفات کننده بگیم علمای عصر دو، عصر 294 هجری، یعنی قرنی سوم از سلف میگیم، از طائفه از اصحاب حدیث روایت را نقل میکنند و میگن که لما كان العلم بالله ایمانا والجهل به کفرا، زمانی که علم به الله ایمان است پس جهل به الله کفر است. ایمان آوردن به الله، بگیم علم داشتن به الله این ایمان است. به علم به الله ایمان آوردن ناممکن است، ندانستن. پس جاهل ماندن به الله این کفر است. و عمل کردن میگن به فرائض ایمان است و جهل در دوامش. ببینید فرق رو ببینید. و کان العمل بالفرائض ایمانا والجهل بها قبل نزولها ليس بکفر. عمل کردن به فرائض ایمان است، اما جاهل ماندن به فرائض ها پیش از نازل شدنش این کفر نیست. یعنی پیش از اینکه به یک کسی یک فرض رسد جاهل باشد کفر نیست. پس بارک الله فیکم، در اینجا شیخ جدا کرده شدند که مسئله جاهل ماندن به الله این همه وقت کفر است، همه وقت کفر است. بارک الله فیکم. در دوامش در آخر سخن میگند والجهل بالله فی کل حال کفر قبل الخبر و بعد الخبر. جهل نسبت الله، یعنی جاهل ماندن به الله در همه حال کفر است، پیش از خبر یا بعد از خبر، پیش از حجت رسیدن یا بعد از حجت رسیدن، در همه حالت این کفر است و آدم کفر میشد. نظر بکنید به کتاب تعظیم قدر الصلاة صفحه 346. اهل حدیث، اهل سلف فرق میگذاشتند بین جاهل ماندن در توحید و بین جاهل ماندن در باقی مانده از شرائع دین و جاهل ماندن در صفت از صفتهای الله سبحانه و تعالی. جهل اول کفر است، جاهل ماندن در توحید، جاهل ماندن در حق الله کفر است. غیر الله را عبادت کردن از جهل این کفر است و صاحبش کافر مشرک می شود. اما جاهل ماندن از بعضی از شریعت، از احکام شریعت و از بعضی از صفتهای الله سبحانه و تعالی کفر نمی شود. سبحان الله. مشرک از همه جاهلترین انسان است. کسی که شرک را انجام میده جاهلترین انسان به الله سبحانه و تعالی است.
زیرا که اینها قدر الله را ندانند و ما قدر الله حق قدری، حق قدر الله را ندانستند، از الله نترسیدند، حق ترسش رو به جان آوردند. پس مشرک کسی که شرک را انجام میدهد، مشرک شرک اکبر را انجام دهنده، این کافر است. پیش از حجت رسیدن و بعد از حجت رسیدن فرق ندارد، پیش از حجت یا بعد از حجت. پیش از حجت مشرک است، بعد از حجت باز شرکش سخت‌تر است. چی خیلی که همین سخن را امام شافعی تقریر کرده است، همین سخن را قبول کرده و اقرار کرده است، در مقدمه کتاب رساله‌اش دیده می شود. اما این جهلا فقط یک سخن امام شافعی را میگیرند، در حالتی که همین سخنش را هم به فهمی منهج اهل سنت نمیفهمند. محمد شریف عبدالعلی متهم گفته است که ابو محمد مدینی گویا که امام شافعی را هم تکفیر میکند و در اونجا آواز مرا آورده است و گویا که من اعوذ بالله من ذلک. ما امام شافعی را رحمه الله میگیم، امام خودمون میگیم، در حقش ذره سخنی بده نگفتیم هیچگاه و نمیگوییم، اما آوردن و منتج کردن و سخنی ما را بعد از هر کجا گرفته در حق خود این زندیق سخنی گفتمون را در حق امام شافعی آورده منتج کرده گذاشتن، این خودش اقرار کردن به یعنی تکفیر کردن علما است. خود اینها اقرار میکنن به تکفیر علما، ما نمیکنیم. چه که اونها علمای اهل سنت رو خوارج و اینو آن گفتن، نکن آوردن امام شافعی رو به بازی گرفتار کردند، منتج کردن، صدای مرا ماندن گو که امام شافعی رو کسی تکفیر کرده است. اعوذ بالله. امام شافعی امام اهل سنت و الجماعه است، این سلف است، متوفی 204 سلف است، قرن 2 و سرشوی قرن 3. و ابن قدامه رو هم آورده است گو که ما این سخن رو میگیم. البته یک بگویم متهمی و به نهایت از علم و از حکمت دور بودن و البته این چنین انسان ها لایق صحبت کردنش هم نیستند، لیکن ما برای مردم، برای برادران و خواهران بیان میکنیم حقیقت اهل سنت رو و حقیقت عقیده خود را با علم و با حکمت و با موعظه و سخن نمیکنیم مگر همون سخنی که در شریعت آمده است و سخن زیادتی هم نمیکنیم و تهمت را هم ما در این راه انجام نمیدهیم. محمد شریف عبدالعلی یک کسی است که از او کسی دین گرفت دینش خراب میشه، زیرا که این انسان چی میکند؟ تدلیس میکند و سخنهای علما را عوض میکند. پس دانید که امام شافعی در کتاب رساله در نزد طالب علمان اهل سنت این کتاب معروف است، خودش اقرار میکند که مشرک کسی که شرک اکبر را انجام داد کافر است. این مشرک است کسی که شرک اکبر را انجام داد، پیش از شنیدن حجت یا بعد از شنیدنش فرق ندارد. ابن القیم الجوزی رحمه الله ذکر میکنند خیلی که در کتاب الجواب الکافی صفحه 191 آمده است، فان المشرک اجهل الجاهلین بالله، همانا که مشرک از همه جاهل ترین جاهل ها به الله است، حیث جعل له من خلقه ندا، زیرا که به الله سبحانه و تعالی اینها از خلق الله شریک قرار داد. ببینید نگفت که کسی که شرک میکنه، گفت مشرک، یعنی هر کسی که شرک رو انجام میده این جاهل است، از همه جاهل ترین است، لیکن مشرک است. و ذلك غایت الجهل به، یعنی شرک آوردن به الله این از همه درجه بالاترین جهل است. کما انه غایت الظلم منه، و چگونه که این از همه بالاترین درجه ظلم از او است. و این کان المشرک لم یظلم ربه و انما ظلم نفسه، اگر مشرک به الله ظلم نکند هم به خودش ظلم کرده است. پس مشرک جاهل ترین جاهل است، لیکن مشرک است. انا کنون می بیایم به سخن امام شافعی که این اجهل الناس، از همه جاهل ترین انسان ها که خود را خردمند میداند، این جهمی زندیق محمد شریف عبدالعلی خوند و اما خیانت کرد، ترجمه نکرد و بعضی جوش رو خوند و بعضی جوش رو نخوند و با میگوید که ما خیانت نمیکنیم. از همه خیانتکاری بدبختترین انسان خودت هستی، در نزد مردم خیانت میکنی. امام شافعی ابو عبدالله شافعی رحمه الله در فرق گذاشتن بین صفاتهای خبری و بین صفاتهایی که با عقل و روایت دانسته می شود سخن میکنن. یعنی امام شافعی در همین سخنشون، پیش از این پایین این همین سخن ببینید، منهج امام شافعی رو ببینید، اسما و صفات رو به دو قسم تقسیم میکنن. صفات هایی که به عقل هم فهمیده می شود، هم به قرآن و سنت فهمیده می شود، هم به عقل، و صفات هایی که فقط به قرآن، یعنی به خبر، به سمع، به قرآن و سنت، به حجت فهمیده می شود، اما به عقل فهمیده نمی شود. فرق هر دوی همین رو بیان میکنند و میگویند که ببینید چی میگن. لله تبارک و تعالی اسماء و صفات لا سو احدا قامت علیه الحجة ردها. الله سبحانه و تعالی نام ها دارد و صفات ها دارد که هیچ کسی
حق رد کردن این رو ندارد در حالتی که به او حجت رسیده است. یعنی در حالتی که فهمید که این صفتی الله هست، این نومی الله است، فهمید دونست، حق رد کردن ندارد اگر به وی حجت رسیده باشد. قامت علیه الحجه. در دوامش میگویند فإن خالف بعد ثبوت الحجه علیه فهو کافر بالله. فإن خالف بعد ثبوت الحجت علیه، اگر بعد از ثابت شدن حجت به وی، یعنی وقتی که قیام الحجت به همون انسان شد، اگر بعد از این هم مخالفت کند، یک نام الله و صفت الله را دیده و دانسته بعد از قیام الحجت مخالفت کند، پس چی است؟ این کافر به الله است، کافر است. یعنی قیام الحجت را ذکر کردن. در دوامش چی میگن؟ فاما قبل ثبوت الحجه فعليه من جهه الخبر فمعذور بالجهل. اما پیش از ثابت شدن حجت، پیش از اینکه به او انسان قیام حجت می شود، از جهت خبر و به وی خبر رسیدگی نیست، یعنی خبر تو رسیدن، این معذور است به سبب جهل، زیرا که به این حال خبر نرسید. لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل، زیرا که علم این صفات یا این اسم فهمیده نمی شود به عقل ولا بالرویه والفکر، یعنی به فکر و به عقل فهمیده نمی شود. و نثبت هذه الصفات و ننفی عنها التشبیه کما نفی عنه نفسه. در اینجا آشکار گفته ایستادند که صفات هایی که در الله سبحانه و تعالی است، نام هایی که هست که به عقل فهمیدنش ناممکن است، در همین حالت کسی که بیاید و انکار کند، ما این انسان رو کافر نمیگوییم، بلکه اول حجت میرسونیم بعد کافر میگیم. این مذهب رو آیا ما انکار کردیم؟ نه، نکردیم. این عقیده ما است. امام شافعی رحمه الله سخنشان این سخن اهل سنت و جماعت است. این سخن همه علما است. این سخن سلف است. همه قبول میکنند. ما هم قبول میکنیم. لیکن فرق ما و مدخلی ها چیست؟ مدخلی ها این سخن امام شافعی رو گرفتند و گفتند که اگر این خیل باشد در صفت، اگر یک صفت فقط به حجت کسی انکار کند اول حجت رسونده بعد تکفیر کرده میشه باشد، پس انسانی که شرک اکبر رو میکند اول حجت رسونده بعد تکفیر کرده میشد. نامعقول کردید، شما جاهلید. شرک اکبر رو قیاس کردن به صفتی که فقط به سمع فهمیده میشود، این قیاسی فاسد، قیاسی باطل است، فاسد است. زیرا که خودی امام رحمه الله گفته ایستادند که این صفات هایی که به عقل فهمیده نمی شود، زیرا که دیگر سخنشون در دومش است که صفات هایی هست که به عقل فهمیده می شود. ای به عقل جهلا، شما باب تکفیر را خواهش میکنم یک مطالعه کنید، لااقل از همین علمای گمراه خودتون مطالعه کنید. اسما و صفات به سه قسم تقسیم می شود تکفیرش. اولا انکار ذات علو الله، کسی که الله رو در آسمان بودنش رو انکار بکند، لا مکان بگوید، الله در همه جا گوید، اهل سلف این چنین انسان رو تکفیر میکردند و میگفتند که قیام حجت شرط نیست. چرا میگوید؟ میگفتند که زیرا که در بالا بودن الله را نه فقط به سمع به قرآن و سنت میفهمیم، بلکه این چنین به عقل هم میفهمیم. کسی که بیاد عقل رو هم انکار کند، فطرت رو هم انکار کند، به این حجت رسوندن شرط نیست، این کفر است. این قسم اول بود که به این سخن امام شافعی دخل نداره. سخن امام شافعی به قسم دوم و سوم است. اما قسم دوم صفت الله این کلام الله است. کلام الله هم این دوم قسم است. ابو حاتم الرازی و ابو زرعه میگن که، ابو زرعه رحمهم الله، علمای سلف میگن که هر کسی که از علما و طالب علم، کسایی که میفهمد کلام الله را مخلوق گوید، این کافر است. اما هر کسی که از جاهل ها، آدم های عادی کلام الله را مخلوق گوید، بدعه، اینا مبتدع گفته می شود. و بوین له، و به این بیان کرده اقامت حجت کرده می شود. و اگر بعد از اقامت حجت کردن اگر نه با ادامه بدهد، بعد تکفیر کرده می شود. ببینید مسئله کلام از مسئله الله در بالای آسمان بودنش، یعنی این دو صفت از همدیگر کمی فرق کرد. و باقی مانده صفات های الله سبحانه و تعالی، این سخن امام شافعی است که هر کسی بیاید از سبب جهل یکی از صفات الله را انکار کند، یا که نفهمد، ما به کفر نمیگیم. عیناً همین سخن امام شافعی داخل دارد به حجتی که این
محمد شریف عبدالعلیم جهمی و برادرش آورد که مشرک را عذر داده می شود. یک مردی که از بنی اسرائیل خودش را به اهلش وصیت کرد که سوزانید. ما میگیم سخن امام شافعی است که این آدم کافر نیست، زیرا که این آدمی که مرا سوزانید گفت فقط به یک صفت قدرت الله جاهل ماند. کسی که به یک صفت جاهل میماند او را کافر گفته نمی شود. صفات های الله را مثال آوردن که فقط به قرآن و سنت فهمیده می شود و قیاس کردن به شرک اکبر، این از جهل است و نفهمیدن باب تکفیر است. در حقیقت این از جهل است. و ما در علم اصول فقه که البته اینا بویش رو بردگی نیستند، از علمای معتبر اهل سنت خوندیم که علم اصول فقه وجود دارد و در نزد اهل سنت و الجماعت مفهوم المخالفه وجود دارد که حجت از کلام شارع به مفهوم مخالفه گرفته می شود. یک آیت رو مفهوم مخالفه، حدیث رو مفهوم مخالفه و این چنین کلام علما را مفهوم مخالفه رو میبینیم. علی قول راجح در علم اصول این وجود دارد. کلام امام شافعی ابو عبدالله رحمه الله مفهوم المخالفه همین است که هر اصول دینی که به عقل فهمیدنش ممکن است کسی به وی با جهل عذر ندارد، بمانند شرک، بمانند دشنام دادن الله رسول، استهزا کردن، خیلی که تو قرآن آمده است استهزا کردن، هیچ کسی عذر ندارد و این چه مسئله شرک اکبر. اما در مسئله که بدون عقل در اونجا فقط به سمع فهمیده می شود، البته که حتما باید حجت رسونده شد. خیلی که در اینجا واضح آمده است که لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرواية ولا بفکر. سبحان الله. پس این بود جهل این خوبسا. پس جاهل موندن در توحید، خطا کردن در توحید، این مثل جاهل موندن در بعضی از اسما و صفات و در بعضی از مسائل نیست. روز امام شافعی به بعضی نزد دوستانشون میبرایند و می نگرند که امام شافعی نگاه میکنند که دوستانشون درباره یک آیتی که اومده است درباره یک سخن بحث و مناظره دارند، میگن که تناظروا فی شیء ان اخطأتم فيه یقال لكم اخطأتم. در بالا یک چیز مناظره کنید که اگر خطا کنید شما به گفته میشد که خطا کردید. لا تناظروا فی شیء ان اخطأتم فيه یقال لكم کفرتم. در بالا یک چیز مناظره نکنید که اگر خطا کنید شما رو کافر گفته میشد. یعنی در بعضی حالت ها خطا کردن عذر نمی شود و در بعضی حالت ها بارک الله فیکم جاهل بودن از سبب جهل خطا کردن تعویل کردن عذر نمی شود، خصوصا در بالای توحید. امام مزنی رحمه الله میگن که سألت الشافعی، من امام شافعی رو پرسیدم از مسئله کلام، سألني عن شيء اذا اخطأت فيه قلت اخطأت ولا تسألني عن شيء اذا اخطأت فيه قلت كفرت. امام شافعی گفتن که من از یک چیز سوال کن که اگر خطا کنم گفته میشد که خطا کرد، از چیز نپرس که اگر خطا کنم گفته میشد که کافر شد. امام شافعی گفته بارک الله فیکم. پس این بود سخن علما. امام ذهبی رحمه الله در زیر کلام امام ابو عبدالله الشافعی محمد ادریس شافعی رحمه الله سخن میکنند و میگن که امام ذهبی 748 هجری وفات کردن، میگن که علی تفریق شافعی در اینجا تفریق ذکر میکنند، میگن هذا دال على أن مذهب أبي عبد الله أن الخطأ في الأصول ليس كالخطأ في الاجتهاد في الفروع. این سخن امام شافعی دلالت میکند که خطا کردن در اصول دین به مانند خطا کردن و اجتهاد کردن در فروع نیست. اجتهاد کردن در توحید و خطا کردن در توحید، تعویل کردن در توحید، جاهل موندن در توحید کفر است و آدم کفر می شود. بارک الله فیکم. و این چنین شاگردی امام شافعی رحمه الله امام اسماعیل بن یحیی المزنی 264 هجری یکی از سلف رحمه الله در حینی در وقت وفاتشون، پیش از وفاتشون، در حالت کسلیشون فرق میگذارند بین خطا در اسم و خطا در معنا و فرق میگذارند در بین جهل در توحید و جهل در بعضی از عملهای واجب یا که محرم. نظر بکنید به کتاب شرح اعتقاد اصول اهل سنت و الجماعه اللالکی صفحه 1376. و امام عثمان ابن سعید الدارمی رحمه الله علمای سلف، یکی از علمای سلف 282 هجری وفات کردن رحمه الله، در همین باره سخنهای عجیب گفتن ذکر میکنیم. فرق گذاشتن
ما باید تکفیر با هم باید فرق گذاریم. همه چیز همه یک نمود تکفیر کرده نمی شود و بابی بعضی از صفات ها رو به دیگر صفت و بابی صفت رو به بابی شرک قیاس کردن این جهالت است. باید ما تفصیلاتش رو دانیم. بارک الله فیکم. لا يجوز لأحد ان يتأول في التوحید غیر الصواب. داری میگن که جایز نیست به یگان نفر که تعویل کند در توحید مگرم به درستی. یعنی حتما باید در باب توحید سخن درست بگویی. خطا کردم بگویی جایز نیست، این کفر است. و در خطا کردن در توحید میگن که میگن والخطا فی کفر، خطا کردن در توحید کفر است. و در تفسیر معتزله الحديث میگن که فلفظ هذا الحديث بخلاف ما فسرت وتفسيره كأنكر من نفس الحديث واقصر عن شبه هذا الضرب من الحديث فإن الخطأ فيه كفر. خطا کردن در این کفر است. اما این جهلا، این بی‌تمیز و این جهلا میگن که یک انسان خطا کرد بخشیده شد. خطایی که در اون حدیث اومده است این سبقت اللسان است. یعنی یک انسان روحلش رو گم میکند و بعد از اینکه بینواد غمگین بود روحلش با شترش گشته میاد، سخت خرسند میشد، به دلش قصد میکند و نیت میکند که من حاضر میگم که ای الله تو ربی من هستی، من بنده تو هستم، لیکن زبانش سبقت اللسان میشد، پیشکی میبرد سخن میکند و میگد که خطا میشود، نفهمیده میموند، از سختی خرسندی سخنی گفتهش رو نفهمیده میموند که ای الله تو بنده من هستی، من ربی تو هستم میگد. این سبقت اللسان است، این عذر است. اما کسی که قصد میکند به قلبش یک عمل رو و گفتن یک سخن رو، این عذر ندارد، خطا گفته نمیشود این رو. و همچنین خطاکارای تعویل کننده های در توحید و جاهل های اینها به شرک و کفر واقع میشود. چخیلی که ببینید عثمان ابن سعید دارمی رحمه الله علمی سلف این سخن رو گفته شدند و موزنی علمی سلف، امام شافعی علمی سلف، همه اینها سلف است و اینچنین اقرار میکنند و ذکر میکنند که الدارمی ان الكفر يثبت بالمعقول من غير منقول كما في قوله في تكفير القائل بخلق القرآن. یعنی در بعض حالات کفر به عقل هم ذکر یعنی بیان می شود، چخیلی که بعضی از احکام شریعت ببینید در بالا بودن آسمان به عقل هم ثابت است و مشرک شرک کردنش به عقل هم معروف است و شرک بودن یک چیز معروف است. در دوام سخن خودشون میگه فإن طلبتم منا في آثار معثوم مسن في يعني الصحابة والتابعين فقد أخبرنا أنه كفر لم يحدث في عصرهم. پس بیان کرده شدن که عملهایی که در اون عقل هم دخالت دارد و به عقل هم فهمیده می شود جهل و عذر نیست. این سخن امام دارمی است، دارمی رحمه الله است. بارک الله فیکم. پس این بود سخن. با همین فهمیده می شود که محمد شریف عبدالعلیم و برادرش اینها یک جهلای بیش نیستند، اینها یک خوبسای بیش نیستند و متهمند و تهمت میکنند، لااقل از الله نمیترسند. البته ما صبر میکنیم، در نزد الله وام میخوریم، در نزد الله ملاقات میکنیم به این تهمت هایی که کرده شده. فکر نکن که الله حساب کتاب تو رو نکرده شده است. وقتی که بحث میکنی سخن میکنی جاهلانه نکن. خیر کی بودند رو معلوم کرده شده، لیکن ما همچون یک انسان به تو نصیحت کرده شده، قبول میکنی یا نمیکنی حواله بر تو است. الله هدایتت کند. این است برادرها و خواهرهای موحدم، این است حقیقت این دفاع کنندگان مشرک، طاغوت پرست ها، این زندیق و جهمی ها. حقیقتشون نمین است، فقط سخنهای علما رو به غیر منهج میفهمند. سبب چی؟ سبب این که اینها علما ندیدند، اینها خودشون کم کمی بعد از این سخنهای ما میبینند، تهمت و دروغگویی میکنند. الله خورشون بکند. بارک الله فیکم.